بسم الله الرحمن الرحیم. انسان را در دنیا به دو چیز حاجت است. یکی آن است که دل را از اسباب هلاک نگاه دارد و غذای وی را حاصل کند. دیگر آن است که تن را از مهلکات نگاه دارد و غذای وی حاصل کند. غذای دل معرفت و محبت حق تعالی است و سبب هلاکی وی آن است که به دوستی دیگر چیز غیر از الله تعالی فرو رود. نگهداری تن برای دل می باید، چون که تن فانی است و دل باقی. تن برای دل همچنین اشتر است برای حاجی در راه حج. حاجت تن در دنیا سه چیز است: خوردن برای غذا و پوشیدن و مسکن برای سرمای و گرما. تا اسباب هلاک از وی دور سازد، پس ضرورت انسانیت از دنیا برای تن از این زیاد نیست و اصل دنیا همین است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.